ما همین نوجوانا و ملت خدا ما اجازت میکنیم. در محله چارسو یکی جماعت غازیان ناحیه باباجان غفورov بیش از 2000 خانواده زندگی میکنند. آنها میگویند در حالتهای ضروری و قطع آب جویبار و قبرها جای ذخیره آب را نداشتند. این هم در حالی که تا زمان خصوصی شدن خواجگی های دهقانی وضع دیگرگون بود. استقامت کنندگان محله میگویند که 10-15 سال باز با سردار خواجگی دهقانی دهه پایان برای بازسازی حوض بحث داشتند، ولی با نامه دست جمعی به حاکمیت محلی و دادستانی و با میانروی آنها این مسئله را حل کردند. همینا حشر کرده، همین حوض بود کردن. زمستان فرض کردیم همینجا چراغ بعد نمیشد، آب نیست، بعد پرواز نیست، یک حوض همین ضرور بود. پول حلق شد دیگه دستگیری محله که همه خودی دستگیری. یکی از جبریدگان بی‌آبی در دهه خانواده سیداللهیف است. اولی ماه ینور امسال مهمانخانه و انبار ذخیره‌های زمستانی حولی زین‌الدین سیداللهیف آتش گرفت و این خانواده دست کم 25000 سامانی ضرر دید. زین‌الدین سیداللهیف میگوید هرچند کارمندان سوختار خاموشکنی فعالانه کار کردند ولی به سبب کمی آب نتوانستند زود آتش را خاموش کنند و علنگه آن به خانواده ضرری کلان آورد. خانه ما میخیل شد ایسابی تنقیسی آب یکل شیبای کلان شد خیلی با پسرش که من میقدر دستگیری محله کدی دستگیری خلق کدی من حوض برقرار کردیم. این حوض 180 کوب آب را گنجایش میدهد. درازی و پهناییش 9 متر و چقوریش 2 متر است. تشبثکاران میگویند که برای بازسازی این حوض در مجموع 60000 سامانی مبلغ صرف کردند، زیرا حالت قبلیش خیلی فرسوده و کار ناشایان بود. برای از نو برقرار کردن آن طول 3 ماه زحمت کشیدند. همکنون میخواهند که آبادکاری های نو را پیش بگیرند و به این تصمیم آنها باز مقامات محلی اجازت بدهد. آینده ما التماس میکردیم که همین منمی عیبانه کشاده همجا یک جای دمگیری محله شود، شخمت بازی شود. بچه ها قدر ایسی ایسو وای نمیشد و با حد همین تریتوری هم ویانگو همین یک آوره میشد. مشکلی دسترسی به آب در دهات و دیگر انشاءهای خدمترسانی تنها خاص جماعت غازیان نیست. ساکنان چند دهه و شهرهای دیگر تاجیکستان از این مشکل شکایت دارند و مقامات همواره میگویند که مسئله را زینه به زینه حل میکنند. معلوم نیست چنین حل تدریجی چقدر دوام خواهد کرد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.